سلام، فاطیما دژن هستم، پزشک عمومی. امروز میخوایم در مورد یه مسئله خیلی مهم، دیابت با هم دیگه صحبت بکنیم. دیابت اصلا چیه؟ چرا دیابت ایجاد میشه؟ چرا دیابتی میشیم؟ بیا پدر جان، بیا این نوشابه رو دومی رو بخور تا جانت کفته بشه. نه دقیقاً پدر من بالا. دیابت دو نوع داره، نوع 1 و نوع 2. توی دیابت نوع 1 که بیشتر بچه‌ها درگیر میشن، بدن ما اصلا اون سلول هایی که توی پانکراس ما وجود دارن که انسولین میسازن از بین میرن. دیگه اصلا انسولینی نداریم. وای نزن. فکر شدم یه بازیه. میفهمم مهم نیست ماما هیچی نیست، ناراحت نشو. چیه بابا؟ یعنی توی بچه بدنش به اون سلولا حمله میکنه و اونا رو از بین میبره. در مورد دیابت تایپ 1 نوع 1 دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم. امروز میخوایم در مورد دیابت نوع 2 که بیشتر تو بزرگسالان اتفاق میفته با هم دیگه صحبت بکنیم. تو دیابت نوع 2 انسولین داریم ولی کمه و مقاومت به انسولین زیاده. یعنی این انسولینی هم که کمه که هست بازم جواب نمیده، یعنی سلول بهش پاسخی نمیده. تو این افراد تو کبدشون گلوکوز یا همون قند خیلی تولید میشه، متابولیسم چربی مختله، ولی در کل اون اتفاق اصلیه اینه که انسولین کمه و مقاومت به انسولین زیاده. از کجا میتونیم بفهمیم که یکی دیابت گرفته؟ دو تا راه داره. یا اینکه به صورت تصادفی قند خونشو حالا یه آزمایشی داده بررسی کرده دیگه آره قند خونای بالا داره، یا اینکه نه علائمشو داره. مثلا زیاد آب میخوره، زیاد دستشویی میره، پر ادراری و پرنوشی داره، تاری دید داره، زخم مزمن داره، یعنی یه جاش زخم میشه خیلی طول میکشه تا خوب بشه. خسته است، خیلی وقتا پیش میاد که خسته است. شب ادراری داره، یعنی شب برای ادرارش 2 بار 3 بار اینا بیدار میشه و ادرار میکنه. کاهش وزن داره، یعنی اونایی که دیابت میگیرن وزنشون کم میشه. معمولا این علائم تو قند خونای بالای 200 اتفاق میفته. دیر به جنبی تا خرخره سرت کلا رفته. حالا چجوری وقتی میریم دکتر تشخیص میدن که ما دیابت گرفتیم؟ وقتی که ما میریم دکتر قند خونمون آره مگه من با تو شوخی دارم؟ منم میام. یعنی قند ناشتا یا همون FBS، قند 2 ساعت بعد از غذا یا همون 2HPP و قند 3 ماهه یا هموگلوبین A1C مون چک میشه. میزان نرمالشون چیه؟ باید FBS یا قند ناشتامون زیر 100 باشه. قند 2 ساعت بعد غذامون زیر 140 و قند 3 ماهمون یا همون هموگلوبین A1C مون زیر 5.6% باشه. تو افرادی که قند خونشون مختله ولی علامت دار نیستن، یعنی علائم خاصی ندارن، اینا رو بهشون میگیم شما یه روز دیگه هم چک بکنین. اگه یه روز دیگه بازم یک کدوم از اینا مختل بود دیگه دیابتیان و براشون باید دارو شروع بشه. یا اینکه کسی که یک کدوم از این مواردش مختله، حالا قند ناشتا، قند 3 ماهه، هر کدومش یک کدومش مختله و علامت داره، یعنی علائم دیابت داره، این فرد هم باید داروهای دیابت براش شروع بشه. قند خون نرمال چنده؟ اگر قند خون ناشتامون زیر 100 باشه، قند 2 ساعت بعد غذامون زیر 140 باشه و قند 3 ماهمون یا همون هموگلوبین A1C مون زیر 5.6% باشه، ما قند خون نرمالی داریم. ولی اگه قند خون ناشتامون بین 100 تا 125 باشه، قند 2 ساعت بعد غذامون از 140 تا 199 باشه و هموگلوبین A1C مون 5.7 تا 6.4 باشه، ما پردیابتیکیم، یعنی لبه مرزیم، نه دیابتیم نه اینکه قند خونای نرمالی داریم. به چه قند خونایی میگن دیابتی؟ زمانی که قند خون ناشتا یا همون FBS 126 و بالاتر باشه، خود 126 هم هست. قند خون 2 ساعت بعد غذا 200 یا بالاتر باشه و هموگلوبین A1C 6.5 و بالاتر اگر باشه، این فرد دیابتیه. که حالا توضیح دادم که چجوری قطعی میشه گفت که این فرد دیابتی هست یا نه با این قند خونا. رحمت جان، ارواح عزیزترین کست یه کاری بکن، من چیکار کنم تو این بدبخت مخ من نمیکشه. یکی از مسائلی که تو همه افراد خیلی خیلی مهمه مسئله غربالگریه. حالا هر چقدر که اون بیماری شیوعش بیشتره و تو آدمای بیشتری دیده میشه، غربالگری اهمیتش هم بیشتر میشه، چون ممکنه آدمای بیشتری
درگیر اون بیماری باشن. تو دیابت هم غربالگری خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما حتی علائم دیابت مثل پرادراری، پرنوشی، تاری دید، کاهش وزن، شب ادراری حتی اگه نداریم هم بریم آزمایش انجام بدیم ببینیم قند خونمون نرمال هست یا نه. حالا این چه اهمیتی داره؟ این از این نظر اهمیت داره که یه تعدادی از آدما دیابتی ان ولی خودشون خبر ندارن. عوارض دیابت رو بدنشون داره ایجاد میشه، مثلا کلیهشون تحت تاثیر قرار میگیره، عروق چشمشون تحت تاثیر قرار میگیره و کم کم بیناییشون مختل میشه و خیلی عوارض دیگه که دیابت میتونه بده. قلبشون مشکلات قلبی پیدا میکنن و عوارض دیگه ممکنه توشون ایجاد بشه و خودشون اصلا خبر ندارن که دیابتی ان و میتونن اگر داروهای ضد قند خون رو استفاده بکنن جلوی این عوارض رو بگیرن. دیابت خیلی میتونه به عروق آسیب بزنه. اصلا یه بیماریه که عروقای کوچیک و بزرگ بدنمون رو درگیر میکنه، یعنی بهش میگن بیماری میکرو و ماکرو واسکولاره، درگیری عروقی میده. اگه ما زودتر متوجهش بشیم، درمانها رو شروع بکنیم، اون روند رو به تعویق میندازیم و حتی ممکنه جلوشو کاملا بگیریم. حتی اونایی که پردیابت هستن، یعنی هنوز دیابتی نشدن، لبه مرزن، اونها هم عوارض مخصوصا قلبی عروقی توشون ایجاد میشه. اونها هم لازمه که یه سری چیزا موارد رعایت بکنن. حالا بیشتر با تغییر سبک زندگی و ورزش و رژیم غذایی میتونن کنترلش بکنن. یعنی یه مشکلات زیادی که خیلی راحت میتونن جلوشو بگیرن، جلوشو نمیگیرن و این ممکنه بعداً هم عوارضش ایجاد بشه هم دیابتی بشن. اگه الان جلوشو بگیرن دیابتی نمیشن. نمیتونم. نمیتونی؟ پیاده شو. برو پایین. برو پایین. حالا من میخوام برم غربالگری بشم، چی کار میتونم بکنم؟ بریم دکتر، میگیم من میخوام از نظر دیابت غربالگری بشم، میخوام ببینم دیابتی هستم یا نیستم، میخوام چک بشم. همه افرادی که بالای 45 سال هستن و اون عوامل خطر رو ندارن که جلوتر بهت میگم که عوامل خطر چیه. اگه عوامل خطر رو نداشته باشن بالای 45 سال باید برن غربالگری بشن و بعد از اون اگر نرمال بود هر 3 سال برن قند خونشون چک بکنن. اگه نرمال نبود که حالا باید دوباره چک بکنن و ببینن دیابتی هستن و نیستن و حالا کاراشو انجام بدن. و اونایی که ریسک فاکتور دارن، یعنی اون عوامل خطری که گفتم جلوتر بهت میگم و اگه دارن، باید تو سنای پایین‌تر کمتر از 30 برن آزمایش قند خون بدن و چک بکنن. اگه بالای کنترلش بکنن، اگه یه قدم قبل دیابتی شدن هستن سریع همین الان جلوشو بگیرن که دیابتی نشن. حالا عوامل خطر دیابت چیه؟ دیابت نوع 2. عوامل خطر یعنی اگر کسی این موارد رو داشته باشه احتمال اینکه دیابت بگیره بیشتر از اون فردیه که این موارد رو نداره. مثل چی؟ مثل سابقه خانوادگی. تو بستگان درجه 1 و 2 شون مثلا مادر، پدر، عمه تو این بستگانشون دیابتی دارن. 2. تحرک کم. کسی که تحرکش کمه و 3 چاقه، یعنی BMI بالای 25 داره. کسی که توی آزمایشایی که دوره‌ای انجام میداده پردیابت بوده، یعنی لبه مرز بوده. قند خونای نرمال هم نداشته، بالا هم نداشته. کسی که دیابت بارداری داشته، یعنی یه بارداری داشته توی بارداریش دیابتی شده و الان دیگه نرمال قند خونش، این هم باید پیگیری بکنه، ممکنه که دیابت نوع 2 بگیره. کسی که فشار خونیه، تنبلی تخمدان یا PCO داره. کسی که چربی خون مختل داره، یعنی تریگلیسیرید یا TG بالای 250 داره و HDL یا کلسترول خوب زیر 35 داره. کسی که تیرگی توی یه سری از نواحی مثل پشت گردن اینجور نواحیش داره که بهش میگن آکانتوزیس نیکلیکنز، که به خاطر مقاومت به انسولینه، یعنی به خاطر اینکه انسولین ترشح میشه ولی به رسپتور سلول هم میچسبه ولی سلول بهش جواب نمیده، اون مقاومته باعث این حالته میشه، این تیرگی مثل پشت گردن میشه. پس افرادی که این مواردشون مثبته، یعنی این موارد رو دارن، افرادی هستن که خطر دیابت توشون بیشتره، یعنی احتمال اینکه دیابتی بشن بیشتر از افرادیه که این موارد رو ندارن. بنابراین بهتره که از سن پایین‌تر پیگیر بشن، آزمایش غربالگری برای قند خون انجام بدن که اگه خدایی نکرده دیابتی شدن بتونن از عوارضش جلوگیری بکنن، یا اگر پردیابتی ان یه قدم مونده بتونن جلوشو بگیرن. چیکار میکنی؟ چیکار نمیکنی؟ یکی از نکاتی که جالبه اینه که افرادی که دیابتی ان، درسته که قند خونشون مختله، اینا متابولیسم چربیشون هم به هم میخوره، یعنی کلسترول خوب
یا HDLشون میاد پایین و تریگلیسیرید و چربیشون میره بالا. پس در کل یه زمینه ژنتیکی و یه سری عوامل محیطی مثل چی؟ بی‌تحرکی، چاقی، این عوامل در کنار هم قرار میگیرن و فرد دیابتی میشه. هدفمون از درمان دیابت چیه؟ اینه که جلوی عوارض دیابت رو بگیریم. از همه مهمتر. زندگی سالمتری داشته باشیم و اون علائم دیابت که خیلی از افراد وقتی که ایجاد میشه خیلی اذیت کننده است، جلوی اونا رو بگیریم. ولی از همه مهمترش عوارضشه که جلوی عوارض دیابت رو بگیریم. خوشحال میشم اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داری حتما با من مطرح بکنید و از اونجایی که این مطالبیه که ممکنه یه سری از آدما واقعا ندونن و به خاطر همین به بدنشون آسیب وارد بشه ناخواسته، خیلی خوشحال میشم اگه این مطالب رو با دوستات و اون کسی که ممکنه که ندونه اشتراک بذاری و اینجوری بتونی بهشون کمک بکنی.